ورزش بهترین راهی معرفی نمایی ملت و دولت در عرصه بین المللی می باشد و برای تربیت نمودن بهترین ورزشکاران حکومت کشور را می باید که شرایط‌های ضروری تمرینات را تامین بنماید. رهبریت کشور همه وقت جوانان و تربیت سالم جوانان را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خویش می‌دانند و در چند سال اخیر تنها در شهر دوشنبه بیشتر از 100 تالار ورزشی ساخته به استفاده داده شده است که ورزشکاران از آنها استفاده نموده قناعتمند هستند. از جمله این ورزشکاران لایق رجبوف است که در فعالیت خویش در بسیار مملکت‌های خارج حضور داشت و امکانات‌های داشته کشور را از دیگران کم نمی‌داند. تمرینگاه امروزه با چیز زمانوی ساخته شده است. البته من در آمریکا با UFC جیم هایی که در اونجا هستم، من اونجا بودم. اگر که ما مقایسه کنیم UFC جیم تاجیکستان حتی 2 مرتبه یا 3 مرتبه بالاتر می باشد. لایق رجبوف رزمکار شناخته میهن علاقه توانسته است که در تشکیلات‌های معروف جهان برآمد کرده به دستاوردهای نظر دست بیابد. مخصوصا 2 مرتبه با فینال گران پری تشکیلات PFL برآمدن تصدیق گفته‌های ما می باشد. البته این تشکیلات برای من یکی از تشکیلات‌های بهترین می باشد. با کدام سبب؟ به سبب که از ورزشکاران خود حمایت و دفاع می‌کند. برای این خیلی خوب است. یک مشکلی دارد، برای من، برای بسیار ورزشکاران این مشکلی یکی از مشکل‌های اولین است که در مدتی ما قریب که هر 1.5 ماه 2 ماه یک بار می جنگیم. اگر در حالت برد کردن باز بعد 1.5 2 ماه باز می جنگیم. این برای من خیلی مشکل می اومد. من از سبب که با بدن خود ظلم نکنم گفته از این شرکت دست کشیدم. انتظار می رود که سال 2023 یک از سالهای تاریخی برای ورزش محاربه‌های آمیخته کشور عزیزمان بگردد. در انتهای سال گذشته چند تن از ورزشکاران ما امکانیت به دست آوردن قرارداد بزرگترین تشکیلات MMA UFC را کسب نمودند و لایق نیز در سال 2023 به قطار همان رزمکاران شامل خواهد شد. ورزشکاران تاجیک با داشتن مخلصان زیاد خویش در کل جهان مشهور گشتند و همه تشکیلات‌های ورزشی نیز دنبال چنین ورزشکاران دارای اودیتوری زیاد میباشند. امید و آرزوی همه ما تاجیکان این است که ورزشکاران ما در بزرگترین صحنه‌های ورزشی برآمد کرده به دستاوردهای بلند شرفیاب بشوند.